باید ببخشید من نمیدونم کلمه دیگه جایگزینی ندارم که قشنگ بشینه رو گیجگاه شما. خب باید خواهرای من به ابوالفضل به جان پدرم شما مثل خواهرای منین، از اونی که 15 سالته تا اونی که 70 سالته داری منو میبینی. من صحبت میکنم من نمیتونم شما مثلا بگم حالا ببخشید من میگم آقا خودتون مثلا کسگیر نرین، شما فکر من منظورم خودتون گوشگیر نرین، خودتون دماغ. حالا من اون کلمه کسگیر از بچگی تو دهن من بود، من اصلا منظورم اون منطقه به جان قدیر نیست با ابوالفضل. خب تو زندگی باید خودت روزی 5 دقیقه از 24 ساعت کسگیر بیاری، یعنی 23 ساعت و 55 دقیقه باید درست زندگی بکنی، باید 5 دقیقه خودتو کسگیر بیاری. اون 5 دقیقه تراوت و شادابی و جوانی تو رو اونم رها باید بکنی.